اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه اویلوی آستانه، امروز با هم اویدی 7 خصلتی که سبب ویرانشوی اویله ها یا خود نااستواری اویله ها میگردد با هم در برنامه صحبت میکنیم. چطوری که میدانیم وقتی انسان در عائله خود در یک شرایط آسایشتگی آرامی زندگی میکند، در همه کارهایش میتواند پیشروی داشته باشد و نفرانی که در عائله ناآرام زندگی میکنند، علل خصوص نفرانی که همسر دارند که به آنها آرامش نمیدهد، خواه زن باشد خواه شوهر باشد، الکی در چهره اشان هویدا است که آنها مشکلی زیاد دارند. و حتی نفرانی هستند که پیش از آن که پیر شوند به سبب یک همسری بد اخلاق خود پیر میگردند. زنهایی هستند که در شکل جوان هستند اما هیچ امیدی به آینده ندارند. قلبهایشان الکی کیها پیر شده است و وقتی سبب اساسی رو میپرسید، سبب همان شوهر بد اخلاقی هست که تمام امیدهای آینده آنها را شکسته است. برعکس این مردهای هم هستند که در شکل جوان هستند اما کیهاست که قلبی مرده دارند، گویا که کیهاست که به خانه آنها پیرانسالی آمده است. و وقتی سبب اساسی رو میبینید، البته که به جانب بعضی از مشکلی های حیات، مشکلی اساسی زن در خانه است که همیشه زندگی آنها را به یک جهنم تبدیل داده است. از اینکه خود زن و یا شوهر و یا همسر میتواند زندگی شما را خیلی بر وقت به قبر رساند و یا اینکه خیلی بر وقت جوانی شما را خزان دهد، پیامبر نیز صلی الله علیه و سلم در دعای خود طلب میکردند که پروردگارا، من به تو پناه میبرم از زنی که پیش از آن که پیر گردم مرا پیر گرداند. و در این باره حدیث در طبرانی است که در دعای خود پیامبر صلی الله علیه و سلم از 5 چیز پناه می طلبیدند. اول شده پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفتند اللهم انی اعوذ بک من جار السوء. پروردگارا، من به تو از همسایه بد پناه میبرم. البته که وقتی همسایه هم بد شد، دیگر انسان زندگیش را نمیتواند به درستی به پیش برد. در همه حالت ها میتواند با شما مشکلی پیدا کند. و این چنین در دوام دعا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند و من زوج تشیبونی قبل المشیب. و من از تو پناه میبرم از همسری که پیش از آن که من شیب گردم، پیر گردم، فرتوده گردم، مرا پیر کند. با اخلاق بد خود، با شکایت های دائمی خود، با طلب های همیشگی خود، با تمام شکایت ها و نارضایتی های خود مرا از آن که پیر گردم پیشتر پیر میکند. و من ولدین یکون علی ربا. و من به تو پناه میبرم از فرزنده که بالای من سردار گردد. به جای آن که در پیرانسالی مرا نگاه و بین کند، به جای آن که به من نیکی کند، بعد از آن که او جوان گشت و من دیگر سن و سالم به جای رسید، بالای من سرداری کند و امر خود را بالای من روا کند. و من مال یکون علی عذابا. و این چنین پروردگارا، من از مالی که برای من عذاب گردد پناه می طلبم. چه بسا انسان های زیادی هستند که مال آنها سبب نابودی آنها گشته است، مال آنها سبب بدبختی آنها گشته است، مال آنها سبب گشته است که عموما آرامش، خواب و حتی انسانگری از آنها دور باشد. و این چنین در آخرش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند و من خلیل ماکر عینه ترانی و قلبه یرعانی ان رأى حسنة دفنها و اذا رأى سیئة اذاعها. و پروردگارا، من از تو
از دوستی مکار پناه می طلبم. دوستی که با چشمان خود به من نگاه می کند که گویا که او دوستی من است، اما در قلب خود همیشه در کمین است تا اینکه به من ضربه بزند و همیشه منتظر آن است که در فرصت مناسب به من یگان اذیتی خود را داده باشد. و در دوامش میگویند هر نیکی که من کردم آن دوست آن را پنهان میکند و گویا که از من هیچ نغزی ندیده است، اما هر بدی که در من دید اذاعها، همان آن بدی را در بین مردم آشکار میسازد که فلانی دوستی من است، با فلانی رفت و آمد دارم، اما چنین عیبهای دهشت دارد. و عزیزان اگر به محتوای دعا نگاه کنیم، دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین دعا هست که از 5 چیز پناه میطلبند که همه‌اش اگر در زندگی ما باشد حیات ما را تنگ و تاریک میکند. و البته یکی از این چیزها زنهای بودند که مایان را پیش از آن که به پیری رسیم به پیری میرسانند، خواه زن باشد خواه شوهر باشد. چه خیلی که گفتم بسا زنهای هستند که از عمر خود خیلی خیلی کهنسال میتابند، هم در سیمای آنها اثرهای غم را دیده می شود، هم از صحبتهای آنها، هم از قلب آنها. و برعکس این مردهای زیاد دیگری هم هستند که خیلی خسته شده اند از دست مشکلی های زن بد اخلاقی که در خانه اشان هست. بیایید اکنون این خصلت ها یا مشاکلی که در خانه اگر وجود داشته باشد، اگر به طلاق نبرد هم خانه را به یک ویرانه تبدیل می دهد و انسان دیگر آرامش پیدا کرده نمی تواند. با هم یک به یک صحبت کنیم که اگرچه خیلی زیاد هست، مختصرا 7 تاش را در این برنامه جا کردیم و انشالله که در برنامه های دیگر باز درباره بعضی از مشکلی هایی که اگر حل گردد زندگی ما به جنت تبدیل می شود، اگر آن را ما حل کرده نمی توانیم در مشکلی دائمی قرار داریم صحبت خواهیم کرد. اینجا اولین خصلتی که خواه در زن باشد خواه در شوهر باشد خانه را ناآرام میکند و حتی به طلاق میرساند، این رشک از حد زیاد است. رشکی که یگان اساس ندارد، یگان دلیل ندارد، مثل بیماری در شوهر هست یا در زن هست. بعضی ها گمان میکنند که رشک اساساً در مردها است، ولی خیلی زیاد زنهایی هستند که با رشک‌های بی اساسی خود زندگی مرد را به یک جهنم تبدیل دادند و مردهای زیادی هم هستند که هیچ اساسی نیست، خود به خود رشک میسازند، یک محبوب برای همسر خود میسازند، علل خصوص در این شرایط حاضره که مردها از زنهای خود دورتر زندگی میکنند و در دورتر قرار دارند. همیشه مشکلیشون این است که به خانه کی آمد، با کی صحبت کردی، وقتی به خانه پدر و مادرت رفتی در راه کی رو دیدی، من دیدم که با فلانی صحبت کردی. یعنی به همه کس مشکوک هستند، در همه کار از پی آن هستند که همسری آنها با یک علاقه دارد و آن رو باید پیدا کنند و در اینجا قربانی این گونه مشکلی ها اساساً زنهای پاکدامن بیچاره می شوند که هیچ فکر درباره فحشا، هیچ فکر درباره خیانت ندارند، اما یک بیماری شوهر همیشه باعث آن می گردد که در شک و شبهه قرار داشته باشند. و برعکس این زنهای هم هستند که مرد می رود به جای کارش، مرد یا در تلفن صحبت می کند با یگان همکارش در تجارت، در کارهای دیگری، یک بار وقتی صدای اولین زن رو میشنوند خانه رو به جنگ و جنجال تبدیل میدهند که با فلان زن تو صحبت داشتی یا کار دیگر داشتی. البته اینجا اگر دلیلی واضح وجود داشته باشد، مثلا مرد یک دلیلی واضحی عیان دیده باشد یا با چشمش یا اینکه در حقیقت مثلا در خود زنش یگان شک و شبهه کرد، در تلفنش چیزی رو دید، در برآمد و درآمد زنش یگان شبهه رو دید، البته در این وقت حتما باید از پیش شود، وگرنه مردی که زن خود را در حالتهای فحشا میبیند و پیشگیری نمی کند دعیوس می شود که در حدیث
هرگز دایوس داخل جنت نمی شود، حدیث در ما وجود دارد. لیکن موضوعی که الان ما رعایت داریم این برای مردهایی هست که دلیل ندارند، اثبات ندارند، همیشه با وهم و با خیال خود برای همسر خود یک تهمت را ساختند. این چونین هر زنی که با چشم خود دیده است که در شوهرش بعضی از راه‌های مثلا چپ وجود دارد، در تلفنش بعضی از صورت‌ها وجود دارد، یا عموما زندگی شوهرش را خودش میشناسد، اینجا حتما باید پیش راه شوهر را گرفت، برای آنکه با شوهری که آلوده گناهی کبیره است زندگی کردن خودش درست نیست و این گناه خواه و ناخواه یک روز مرعلا می شود، مرملا می شود و خیلی مشکلی ها در خانه می شود. لیکن اینجا زنهایی که عموما دلیل ندارند و رشک را از خود برآورده به مرد میرسانند و میگویند تو فلان کار کردی، من در خواب دیدم، حتی بعضیا من شنیدم، بعضیا در تلفنت دیدم، انا این گونه رشک های بی اساس تماما زندگی رو خراب میکند. برای همین در صحیح ابو داود، در سنن ابو داود ببخشید آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند رشک دو نمود میشود. رشکی که الله آن را دوست میدارد، آن رشک همان رشکی هست که شما از روی دلیل خود رشک میکنید، دلیل دارید پیش راهی آن را میگیرید. چگونه که گفتم مرد میداند که زنش به بعضی از کارهای دست زده ایستاده است که در شریعت حرام است، با نامحرم صحبت های طولانی دارد یا به جایهای میرود که در آنجا آلوده گناه میشود. اینجا حتما باید غیرت داشته باشد وگرنه گناهگار است. اما زن هم در نوبت خود میداند که شوهرش از روی نکاح نه و از روی فحش با یگان زن در علاقه است، حتما باید پیش راهی این را گیرد. اما وقتی دلیل ندارد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اما غیرتی هست که الله آن را بد میبیند. آن غیرت فی غیر ریبه، به یگان دلیل است. شما رشک دارید، دلیل ندارید، دلیلش هم وهم و خیالات است. و خیلی از خواهرها میگویند خیلی شوهری خوب دارم، در یگان مسئله با من مشکل ندارد و جز اینکه همیشه برای من بعضی از خیالات ها میبافد و میگوید مبادا وقت من نبودم چنین نکرده باشی، مبادا وقت من در خانه نیستم فلانی همسایه به خانه نآمده باشد، من دیدم فلانی همسایه به تو با چشم بد نگاه میکند، در حالی که زن از این تماما خبردار نیست و با همین سال از سال زیاد می شود و شاید که این گونه مردها مشکلی های روانی هم داشته باشند که حتما باید با یگان طبیب ملاقات کنند و با او صحبت داشته باشند. برعکس این بعضی از برادرها شکایت میکنند که همسری من حتی با خواهرم وقتی صحبت کردم رشکش می آید، حتی با مادرم صحبت کردم، حتی با یگان محرم خودم اگر من صحبت داشته باشم هم یک بار چهرهش دیگرگون می شود و یک بار جنگ رو شروع می کند. انا اینها همش از طرف شیطان است که می خواهد خانه های مردم مسلمان را که آنهایی که اهل اسلام نیستند اساساً عائله های درست ندارند، میخواهد شیطان با این رشک ها درآید و دیگر نابود شود. برای پیشگیری این حتما پیش از آن که یک خیال بافی کنیم به دلیل تهمت کنیم که اساساً در این رشک ها خیلی زیاد تهمت است، انسان باید فکر کند که در کدام حالت رشک کرده ایستاده است، آیا دلیل دارد یا دلیل ندارد و یا اینکه همسر بیگناه خود را با چنین رشک ها با چنین بدگمانی ها تماما به تهمت کشانیده خانه خود را ویران کرده ایستاده است. پس اولین سبب این رشک های بی اساس و بی دلیل می باشد که متاسفانه در بعضی از زنهای هم هست، اما در مردهای زیاد هم هست که بی یگان دلیل و اساس خیلی که گفتیم رشک میکنند و رشک خود را مثل حقیقت میپندارند و جنگ و جنجال را شروع میکنند. و یکی از سبب‌های دیگری که سبب ویرانشوی عائله ها می‌گردد، البته که این آلوده گشتن زن و یا شوهر و یا هر دو به گناه‌های کبیره میباشد. اگر به قرآن کریم نگاه کنیم یا به بعضی حدیث‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم، آدم و حوا سبب از جنت به زمین فرود آمدنشان یا رانده شدنشان گناهشان بود که آنها سخن پروردگار را
گوش کردند و عمل نکردند. یا قوم عاد یا قوم نوح یا قوم ثمود، یعنی تمام پیامبران، قوم موسی، وقتی که سخن پروردگار را قبول نکردند یا گوش کردند و عملی نکردند، بالای آنها بلا آمد. و این قصه ها را پی در پی الله به ما در قرآن ذکر میکند تا اینکه از این قصه ها ما برای خود عبرت داشته باشیم، تا اینکه بدانیم که وقتی انسان به گناه آلوده می شود و توبه نمی کند، توبه کردنی نیست، دیده و دانسته بالای حرام راه می گردد، خواه و ناخواه بالای آن خاندان یک بلای می آید. برای همین الله در سوره طه می گوید و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمی. و هر کسی که از پند من، از آن چیزی که من امر کردم روی میگرداند، من برای او زندگی تنگ و تاریک را نصیب میکنم. زندگی او در تاریکی، در یک دهشت قرار میدهد و البته که بالای این در روز قیامت هم او همراه نابینایان به پای میخیزد و گویا که عموما نه داخل جنت می شود نه از نعیم پروردگار برخوردار می شود. و سبب اساسی تنگی زندگی بعضی ها میگویند شوهرم خیلی آدمی خوب است اما به مواد مخدر دست میزند، یا اینکه بعضی تجارت های نامشروع دارد، یا اینکه زنم خیلی انسانی خوب است اما خبرکشی میکند که گناه کبیر است، یا اینکه غیبت زیاد دارد، یا حتی دزدی میکند، یا اینکه مثلا اگر به کسی کمک کردید همان آن کمکی کردهتان رو منت کنان باطل میکند. انا وجود داشتن گناه های کبیره که صاحبش توبه نمی کند و در خانه نترسیده از اون میگویند و میکنند، الکی وقتی آشکار گشت و کننده اش توبه کردنی نیست، سبب می شود که در خانه یک ناتنجی شود یا خود خانه به ویرانی برود. مثل اینکه یک نفر یک باره به بیماری های شفا نیابنده گرفتار می شود، یا اینکه در آن خانه خیلی شیطان زیاد می شود و مردم با هم جنگ و جنجال می کنند، یا اینکه یکی از یک طرف یک آفت و بلای می آید. بعضیا میگن زندگی خیلی خوب داشتیم، یک باره چنین شد. وقتی می بینید در حقیقت یکی از اعضای عائله به یگان گناه کبیره وارد شده است. البته که همیشه که توبه وجود دارد، الله توبه پذیر و مهربان است و توبه وقتی می آید گناه ها محو می شود. اما وقتی می گوییم وجود داشتن گناه های برعلا، صاحبش از آن توبه هم کردنی نیست و آن گناه را آشکار می کنند، مثل حق یک کس را خوردن یا یک نفر را تهمت کردن یا با مال حرام زندگی کردن یا گناه های دیگر و عموما پروای این را ندارند. برای همین خیلی که چندین بار گفتیم وقتی انسان توبه میکند و خصوصا یک عائله اگر از روی شریعت الله کار کردن، اگرچه در آن خانه ثروت زیاد نباشد، هم کمبودی های مالی وجود نداشته باشد، هم یک دیگر فهمی برقرار است، ناشکری در آنجا نیست، در آنجا با هم در یک فضای آرام زندگی میکنند. اما عائله هایی که همه مادیات در آنها مهیا است اما دین در آنجا نیست، گناه چی است کسی نمیداند، حرام چی است کسی نمیداند، اگرچه در یک قصر پر از تمام ناز نعمت زندگی کنند، هم میبینید که در درون خانواده زن و شوهر مثل موش و گربه هستند و یا فرزندها با پدر و مادر خیلی یک معامله بد دارند و عموما آرامش در آنجا وجود ندارد. و میگذاریم به سیوم خصلتی که سبب ویرانشوی عائله ها میگردد. این باشد عزیزان خودبینی میباشد. متاسفانه خودبینی یا نفری که فقط من میگوید حتی با فرزند خود، با پدر و مادر خود هم معامله کرده نمیتواند، گوجا رسد به همسر، زن و یا شوهر. هر زنی که خودبین است فقط خودش رو میداند، پیش از همه هرگز نصیحت کسی رو هم قبول نمی کند، خطاگیش رو هم اصلا به گردن نمیگیرد. آدمای خودبین که اساسا انانی میگویند در زبان عربی، یک بیماری خیلی شدید دارند که هر خطایی که کردن میگویند من درست کردم و هر خطایی که دیگران کرد اون رو یک چند مراتب بالا کرده نشان میدهند، به مراتب خطاگی های دیگران رو بزرگ میبینند، خطاگی های خود را هرگز قبول ندارند. برای همین
با نفرانی که خودبین هستند پیش از همه زندگی کردن خیلی دشوار است. دوم شده شاید که اکثریت نفران خودبین تمام عمر با یک زن یا با یک شوهر زندگی کرده نتوانند. اکثریت نفرانی که خودبین هستند یک چند بار ازدواج میکنند و یک چند بار جدا میشوند و همیشه میگویند که مشکلی در طرف مقابل است. وقتی گفتگو میکنید انسان خودش یک خودبین است. و علامت های این که خودبین کی هست، یعنی ما خودبین یا بعضی ایگویست هم میگویند در زبان روسی کی هست، اول شده هرگز از کسی عذر نمیپرسند. دوم شده هرگز خطاگی خود را قبول نمیکنند. سوم شده همیشه میخواهند که دیگران به ایشان عذر یافته دهند. یعنی من خطاگی کردم، به جای اینکه من گویم من عذر میخواهم، نه میخواهم که دیگران به من گویند که نه تو چنین مشکل داری، برای همین چنین خطا کرد. یعنی همیشه از پی بهانه هستند که تو که خود را صاف نشان دهند. و خیلی که گفتیم از همه مشکلی در آن است که وقتی میگوید چنین خطاگی دارید آقا یا خانم، شما چنین خطاگی دارید، این خیلی دهشت آور است. از شما دیگران خفه هستند، شما دیگران را میرنجانید، میگویند دیگران همه خطاکار هستند، این من هستم که درست کار میکنم. و عزیزان، همسری که یعنی شوهری که خودبین است، وی نه حق زنش را میداند، نه حق فرزندان را میداند، نه حق خویش و تبار را میداند. همیشه میخواهد که به او کرده شود، او به کسی نکند. برعکس این زنهای هم که خودبین هستند همیشه نارضا هستند، شکایت از آدم و عالم دارند که در حق آنها دیگران نکردند و آنها به دیگران کردند. اما اگر به اصل انسانیت نگاه کنیم، وقتی مهاجرین از مکه به مدینه می آیند، تمام انصار یعنی گفتیم نفرانی که در مدینه انتظار مهاجران بودند، آن چیزی که در دستان خود داشتند و به آن نیاز داشتند به مهاجران میدهند. و الله آنها را در قرآن تعریف کرده، مدح کرده، میگوید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. انصار اگرچه خودشون محتاج بودند اما آنها را به دیگران میدادند. و هر کسی که بر ضد بخیلی خود، بر ضد هوا و هوس خود بجنگد و به دیگران نیکی کند و بدهد، انا اینها مفلحون هستند، رستگارانند. انسانی که خودبین است، خودپرست است، هر چی داشته باشد هم، هر چی کند هم، هرگز کامیاب نمی شود. و او از زندگی عائلوی خود شروع کرده در تمام عملها خسارت می بیند، برای آنکه فقط می گوید من هستم، خودم هستم، من درست هستم، دیگران خطاکار است. و خیلی مشکل است که شوهر شما خطاکار باشد و هرگز خطاگی خود را به گردن نگیرد، و یا زن شما، همسر شما، مادر فرزندان شما خطایی بر علا داشته باشد و بازگوید نه من خطا نکردم، دیگران از من بخشش پرسند. برای همین این بیماری خودبینی خانه ها را ویران میکند. انسان معامله به کسی کرده نمیتواند، نه به شوهر خودش، نه به خویش و تبار خودش، و مرد نه به همسر خودش، نه به دیگران، و فقط تک و تنها میماند که خودش تنها بودن این مقصد اساسی او است که از همه شکایت دارد و از کسی راضی نیست. برای همین یک بار باید هر یک انسان خودش را بیند که آیا در او منمنی، خودبینی و خودپرستی وجود دارد. اگر وجود داشته باشد حتما باید این معالجه شود با جهاد نفس، با بالای خود زور آمدن و خود را مجبور کردن و اینکه خودبین نباشیم، دیگران را هم حس کنیم، فهمیم که طرف مقابل چی درد میکشد، ما چی خطا کردیم، او چی خطا کرد، مشکل اساسا در کجا هست. آره همه خطا میکنن، اما اساس اصلاح انسان در آن است که خطاگی که کردی به گردن گیری. زنی که خطاگیش را هرگز به گردن نمیگیرد، او هرگز با شوهرش معامله خوب پیدا کرده نمیتواند. شوهری که هرگز من خطا نکردم، همیشه من درست هستم، کار من است میگوید، او با کسی معامله درست پیدا کرده نمیتواند. که از این گونه انسان ها همیشه مردم میهراسند و از این گونه انسان ها همیشه مردم میگریزند. و یکی از دیگر سبب‌های ویرانشوی عائله این سیطرت یا دوست داشتن سیطرت بالای دیگران می باشد. معنای سیطرت یا دوست داشتن سیطرت این است که من شوهر کردم، یعنی بعضی زنها چنین است، بعد از شوهر کردن می خواهند شوهر با تمام مال و ملکش از آن آنها باشد. هرگز
هرگز نمیخواهند که بجز آنها شوهرشون به دیگران کمک کند. مثل اینکه میگن پول شوهر من، مال شوهر من، خانه شوهر من، در حالی که خواهری عزیز تو الان به نزد شوهرت آمدی. پیش از تو شوهرت مادر داشت، خواهر داشت، پدر داشت، زندگی خود را داشت. زنهایی که میخواهند کاملا شوهر خود را از آن خود کنند، در اول، یعنی در اول زندگی، در سال اول، سال دوم، شاید این در همه خانواده باشد، برای اینکه زن و شوهر نو یکدیگر را میشناسند، میخواهند با هم نزدیک باشند. اما در دوام 10 سال و 15 سال، 7 سال و 8 سال، اگر زن همیشه گوید که استاد شوهرم از من است، مال شوهرم از من است، کسی را نمیخواهم که در زندگی من یعنی شریک باشد، نه در مال شوهرم، نه در خانم، نه در جای دیگر، این نمیخواهد شوهر داشته باشد، این میخواهد سیطرت داشته باشد بالای یک مرد، یعنی از آن خود کرده باشد. انا این گونه زنها سبب میشوند که شوهر، اگر شوهری البته اراده ضعیف داشته باشد، از آن خودشان شود و برابر این با تمام خویش و تبارش معاملهش بد باشد. یعنی مردهایی هستند که بعد از یک مدتی همسرداری با مادر، با پدر، با خواهر و برادر، با تمام عزیزان خود رابطه اشان ویران می شود. سبب در آن است که یک زنی مسیطره در گردن خود دارند یا خود یک زنی دیکتاتور در بالای خود دارند. و برعکس این بعضی مردهای هم هستند که گمان میکنند زن مال آنها است. من زن گرفتم، دیگر این دخترک از آن من شد، من اگر اجازه دادم به نزد پدرش می رود، من اگر اجازه دادم به نزد مادرش می رود، من اگر اجازه دادم می میرد، من اگر اجازه دادم به بیمارخانه می رود. یعنی کلا گمان میکنن زن مال آنها هست که هر طور که خواستن از آن استفاده میکنن. ولی عزیزان، چگونه که میدانیم الله هر یک انسان را آزاد خلق کرده است و تمام انسان ها، زن و شوهر و فرزند و پدر و مادر، همه ما برده یا بنده الله هستیم. دیگر یگان انسان نمیتواند سیطرت بالای ما داشته باشد. البته بعضی امرهای هست که باید زن اطاعت شوهرش کند، بعضی امرها هست که در خانه پدر و مادر را اطاعت کنیم، اما کلا که هرچی تو خواهی من همان هستم، این فقط زیبنده الله و بنده اش می باشد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع گفته بودند که اتقوا الله فی النساء فانکم اخذتموهن بامانة الله. شما در معامله زنها از الله بترسید، شما آنها را به امانت الله گرفتید. آنها مال شما نیستند، امانت هستند از طرف الله در دست شما. شما همچون مال، همچون ملکیت خود با آن تصرف کرده نمیتوانید. امانت پروردگار در دست شما هست که برمیگردانید. و زن بجز این که همسر شما است، او دختر یک پدر و مادر است، خواهر یک برادر است، خواهر یک خواهر دیگر هست. او خویش و تبار خودش رو هم دارد، او زندگی خودش رو هم دارد، مال خودش رو هم دارد. یعنی نمی شود که کلا مال من است و من چی گفتم اون رو میکند. خواستم با پدر و مادرش در رابطه است، نخواستم نه. خواستم به برادرش سلام میدهد، نخواستم نه. عزیزان، این یک بردگی هست که متاسفانه بعضی از مردهای دیکتاتور بالای خانواده خود این رو جاری کردگی هستند. و چه طوری که گفتم، برابر این گونه مردها بودن، این گونه زنهای هم هستند که از همه بهترش هر مردی که دید که زنی او مسیطره هست، یعنی یک دیکتاتور بالای سرش است، میخواهد که این مرد کاملا از آن او شود. یعنی حتی زنهایی هستند که ساعت به ساعت از شوهر خود میپرسند الان کجا رفتی، بعدن کجا رفتی، پولت رو به کی دادی، به خانه خواهرت چرا رفتی، مادرت رو چرا اینجا جیغ زدی. یعنی همه این، ببخشید، مثلا او پسرچه 2 ساله نیست، یک مرد بزرگ است که کاملا در این معامله ها آزاد است. بهترش این گونه زنها کاملا اصلاح شوند، یا اینکه بهترش این است که با این گونه زنها نباید زندگی کرد. و این چنین مردهایی که خودشان را دیکتاتور زنها کردگی هستند و گمان میکنند کاملا زن مال من است و هر چی خواستم میکنم، هم خلاف شرع است، هم اینکه یک انسانی را کاملا حتی از دایره انسانی برآورده مال شخصی خود کرده می باشد. و میگذاریم به قسم 5 خودی خصلت هایی که سبب ویران شدن عائله ها میگردد. این باشد عزیزان بی اهمیتی. درباره بی اهمیتی
وای بر حال تلفن ها که دیگر آمدند و اون اهمیتی کمی که هم بود دیگر از عائله ها برداشته شد. بعضی خواهرهای هستند که شکایت کرده میگویند 24 ساعت در دست شوهرم اگر روزهای تعطیل در خانه باشد تلفن است، حتی یک نگاه هم به من نمیکند. و بعضی از برادرهایم میگویند از کار بعد از خسته شده آمدن و کمی وقتی میخواهم خوراک خورم، کمی میخواهم در خانه آرامش پیدا کنم، و جز زنم و در دستش تلفن چیزی دیگر رو پیدا کرده نمیتوانم. و حتی در وقت خوراک خوری در نزد زن و شوهر تلفن است، حتی در وقت صحبت های مهم در دست زن و شوهر تلفن است که عموما این به اهمیتی رفته رفته دلها رو خراب میکند، خنک میکند و انسان میگوید با همین یک پاره آهن پاره تو زندگی کن، دیگر مرا به حال خودم گذار. که وقتی که زن زیاد به اهمیتی رو میبیند دیگر او هم اهمیت نمیدهد، یا وقتی شوهر زیاد به اهمیتی رو از زن میبیند او هم دیگر میگوید برای تو که اهمیت من ندارم تو هم در نزد من اهمیت نداری. و اگر در زمانهای پیش صحابه ها با عبادت مشغول بودند، با مثلا جهاد در راه الله مشغول بودند و به زن به اهمیتی میکردند، امروز با تلفن و با یوتیوب و با فیسبوک مشغول هستند و به همسر خود مردم دیگر اهمیتی کم میدهند که این رفته رفته عموما به خنک شدن معامله ها و کنده شدن رابطه ها برده ایستاده است. و در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم هم وقتی سلمان فارسی را پیامبر با ابودردا برادر اعلان کرده بودند، بار سلمان فارسی به خانه ابودردا می آیند و می بینند که همسر ابودردا خیلی در یک حالتی افسردگی و در یک حالتی خیلی گویا که چندین وقت به خودش اهمیت ندادگی قرار دارد. و این را دیده سلمان میگویند همسر برادر چی شد که در این حالت قرار داری؟ این چه احوالت است؟ یعنی گویا که این زن عموما چندین سال است که به خودش نگاه نکرده است، لباسهای دیگر هر جایش پاره شده و یعنی احوال خیلی بد دارد. همسر ابودردا میگوید چی کنم که برادری تو ابودردا میگوید به من از دنیا چیزی لازم نیست و نه او به من اهمیت میدهد نه به چیزی دیگر اهمیت میدهد، من هم دیگر به کسی و به خودم اهمیت نمیدهم. البته اینجا وقت شوهر به زن اهمیت نمیدهد، زن تماما به خود نگاه نمیکند. سپس سلمان میروند و ابودردا را فریاد میکنند، میگویند بیا با هم خوراک میخوریم. ابودردا میگویند نه من خوراک نمیخورم، من روزه‌دار هستم. سلمان میگویند من مهمان تو هستم، خوراک نخوردی من هم خوراک نمیخورم. سپس ابودردا مجبور میشوند و خوراک میخورند و سلمان همان شب در خانه ابودردا باقی میمانند و وقتی که نصفه شب شد ابودردا میگویند من برمیخیزم و نماز میخوانم. سپس سلمان میگویند نه خواب کن الان وقتی نماز نیست. دویم بار برمیخیزم برای نماز، سلمان میگویند نه وقتی نماز نیست. وقتی صبح نزدیک میشود سلمان میگویند ابودردا بیدار شو اکنون وقتی نماز است. سپس بعد از نماز سلمان به ابودردا نگاه کرده میگویند این لنفسک علیک حقا ولی ربک علیک حقا ولی ضیفک علیک حقا و این لاهلک علیک حقا فاعطی کل ذی حق حقه. ابودردا بدان که تو بالای نفس خود، بالای جسم و بدن خود حق داری، اونقدر بدن خود را نه آزار با عبادت و با روزه های دائمی و با بیخوابی و در نزد پروردگارت هم حق داری، حق پروردگارت را بجای آر و مهمانت هم بالای تو حق دارد، حق مهمان رو هم پایمال نکن. مهمان به خانه تو آمد تو خوراک نخورده من روزه دارم گفته می نشینی مثلا، و بالای همسرت هم بالای تو حق دارد، یعنی باید به همسرت هم برابر عبادت خودت، برابر روزه و بیخوابگی خودت، به همسر خودت هم باید حقش رو تمام کنی، حق همه رو بده فقط حق عبادت رو نه. بعد از این وقتی همراه به نزد پیامبر می آیند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند صدق سلمان، سلمان راست گفت، یعنی آنچه که سلمان گفت حق است، باید همسر هم اهمیت داشته باشد در نزد شوهر و برعکس شوهر در نزد زن. ولی متاسفانه چه خیلی که گفتم پیشتر اگر با عبادت بود، الان تلفن جای اون همه رو گرفته است که با سبب یک تلفن کجا رفته است اهمیت زن و شوهری یا فرزند و یا پدر و مادری که با تماشا کردن یک رولک و با دیدن یک کامنت و نوشتن دیگر نظرهای خود ساعتها میگذرد، اما کسی به اون نفری که بالای او حق دارد و او بالای این حق دارد نگاه نمی کند. و چه خیلی که گفتم وقتی
شما اهمیت نمیدهید، یعنی وقتی من در نزد تو اهمیت ندارم تو هم در نزد من اهمیت نداری. وقتی تلفن برای تو از من عزیز است، برای من هم تلفن از تو عزیز است. با همین دیگر می رود که رابطه ها کنده شوند و یک عائله برای بجای آن که خوش و خرسندانه زندگی کرده باشد، یکی رفته در اتاق خودش، دیگری در یک کنج خانه، نفر دیگر رفته باز در یک مکان دیگر در دست تلفن زندگی خود را گذرانند و رفته رفته عموما همدیگر فهمی از بین رود. یکی میبینید که هیچ رابطه نمانده است و حتی همین گونه عمل ها خیلی نزدیک بود که یک خواهر میگوید من خودم نخواسته این چیز شد، اگرچه من گفتم گناه در شما است. میگوید بعد از آن که شوهرم خیلی رابطه های دور و دراز تلفنی با زنها بود، من هم با یک جوان پسر در رابطه برآمدم، بعد از آن توبه کردم و پشیمان شدم. و اما میگوید گناهکار اساسی اینجا شوهرم بود که هر چی کردم و من چندین وقت است که اهمیت نمیدهد و با رابطه های نامشروع تلفنی زندگی ما را تماما ویران کرده ایستاده است. برای همین وقتی که خواهرایی که مثلا در خانه هستند و شوهرانشان در عمل هستند، حتما باید به این موضوع جدا نگاه کنیم که تلفن ها، صحبت های دور و دراز تلفنی، به تلفن زیاد نگاه نکردن و اهمیت به شوهر ندادن، برعکس این به زن اهمیت ندادن و به تلفن اهمیت زیاد دادن، زندگی که شما چندین سال از پیش بودید و پیدا کردید و ساختید خیلی زود نابود و ویران میگردد. و میگذاریم به قسم ششم سبب های ویران شوی که این گوش دادن به سخن دیگران است. درباره دخالت دیگران به زندگی زن و شوهر یک موضوع داشتیم، اما اینجا یک اشاره کوتاه میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لیس منا من افسد امرأة علی زوجها، از ما نیست هر کسی که همسر را به شوهرش بد نشان دهد. یعنی هر کسی که میخواهد رابطه ها بین زن و شوهر ویران شود و می آید و آید زن به شوهر چیزهای میگوید که در زن آن وجود ندارد یا اینکه وجود دارد زیادتر نشان میدهد. انا همین گونه خبرکشی ها خیلی زیاد می شود که زن و شوهری که سالها زندگی خوب داشتن بینشان نافهمی ایجاد شود و همدیگر رو خیلی بد بینند. و متاسفانه این گونه خبرکشی ها یا این گونه فساد ساختن بین زن و شوهر در اکثریت احوال از خیش و تبار سر میزند. یک خیش و تباری که جان و جگر خودتان هست می آید و درباره شوهرتان چیزی میگوید که عموما دیگر شما نمیخواهید با شوهر زندگی کنید، یا یک نفری که همخونی شما هست خیلی دوستش میدارید می آید درباره همسرتان چیزی رو خبر میدهد که عموما بعد از این شما از سر قهر و غضب یک بار طلاق تلفظ میکنید. ولیکن الله به ما میگوید یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. هر وقتی که یگان فاسق، نفری که از دین دور است، اخلاق خوب ندارد، به شما خبر داد، اول اون خبر رو پیگیری کنید، بینید راست است درست است، مبادا با شنیدن یک خبری خطا بالای یک قوم ظلم نکنید، یک نفر رو نآزارید، سپس ندامت کشان وای برای چی من یک باره گپ رو شنیدم و تحقیق نکرده بالای زنم داد زدم یا بالای شوهرم داد زدم، مبادای نشود. برای همین هر وقتی که شنیدیم که نفری به ما همسرمون رو بد نشان میدهد، اول بدونید که این اخلاق اسلامی نیست، اخلاق انسانی نیست که یک و یک باره رو برو نشسته به شما همسرتان رو، یعنی علل خصوص زندگی که چند ساله باشد به شما بد کند. البته اگر دلیل داشته باشد و او در حقیقت سوزد و داند که شما در ظلم قرار دارید، یک نفری خائن هم بستر شماست، این مسئله دیگر است. اما فقط به سبب اینکه با همسری من مشکلی داشت و میخواهد انتقامش را از شوهرم با راه من بگیرد، یا اینکه با عروس مشکلی دارن، برای اون که انتقام از عروس گیرن می آیند و به شوهر چیزهای میگویند که شوهر کل انتقامات را رفته میگیرد. برای همین پیش از اون که در وقتی درباره همسر خود یگان سخنی بد را شنیده یک باره قضاوت کردن، حتما باید خبر پیگیری کرده شود که مبادای زندگی 10 سال و 15 ساله و 30 ساله خود را برهم نزنیم، یا اینکه یک مشکلی کلان وارد عائله ما نگردد. و البته که در این باره درباره سخنچینی و این مسئله صحبت داشته بودیم و درباره آخرین خصلت ها صحبت میکنم و امروز صحبت ما کمی دور و دراز هم شد عزیزان.
آخرین خصلتی که سبب ویرانشوی ناآرامی ها می شود این طعنه کردن به گذشته یک نفر و مشکلی اساسی در جامعه تاجیکی در آن است که یک نفر رو گذشته هایش رو گفته در اون باره ما صحبت کرده یک نفر رو پس زدن و عموما نابود کردن رو دوست می داریم. اگر یک نفر تا حال دوام دارد مسئله دیگر است، اما یک نفری که توبه کرد، یک روحانی که در زمانش گناه کرد و توبه کرد، یک اهل خیرتی که یک فعال جامعه که یک بار گناه کرد و توبه کرد، چرا او رو طعنه زنیم؟ انا این در زندگی هم هست. بعضی خواهرها میگویند کارهایی که در جوانی شده گذشته بود، در یک روز، در یک 15 سالگی هم 14 سالگی هم جوانی به من عاشق شده بود و من هم کمی میل داشتم، تا حال شوهرم طعنه آن رو میکند. و بعضی مردها میگویند همسر من حتی در 13 14 سالگی کارهایی که بالای من شده بود گفته طعنه میزنند. طعنه های بردوام محبت ها رو از بین میبرد و وقتی انسان طعنه زیاد میشنود دیگر محبتش از آن انسان کم شدن میگیرد. برای همین وقتی الکی گذشت و انسان توبه کرد و اصلاح کرد، با طعنه کردن و جز این که معامله ها رو رسوا نکنیم و ویران نکنیم دیگر هیچ کار کرده نمیتوانیم. برای همین پیش از آن که یک نفر رو از گذشته اش گویم و طعنه زنیم، بعضی ها طعنه نمیکنند، فقط یک خاطر رسان از گذشته میکنند تا اینکه شما خودتان رو به یاد بیارید، اما مقصد اساسی طعنه هست ولیکن از راه دیگر که یعنی بر علا رو برو نگفته. برای همین مسئله طعنه کردن هم در بین زن شوهر خیلی مهم است. فلیس المؤمن بالطعن ولا اللعن، و هرگز مؤمن طعنه کننده نیست، لعنت کننده نیست. همسران پیامبر صفیه پیش از آن که مسلمان شوند یهودی بودند و این چنین همسران دیگرانشون نه همشون مسلمان بودن، البته که به اسلام گرویدند و اصلاح شدند، یا بعضی همسرانشون چندین بار شوهر داشتند پیش از پیامبر، و بعضی برادرها هستند که حتی با شوهری که وفات کرده است طعنه میکنند که تو زنی فلانی وفات کرده بودی یا تو زنی فلانی بودی، تو خودت رو چنین میکردی، که البته اینها به یک دلخونگی کامل برده میرساند. و بیایید هرچی که گذشت دیگر گذشت، از پی آینده خود، از پی برقرار کردن و با قوت کردن و با ثبات کردن عائله خود باشه. این بود عزیزان درباره 7 خصلتی که سبب ویرانشوی عائله ها میگردد. الان باشد نگاه میکنیم به سوال ها و انشالله که تا رسیدن وقت و تا قدر توان در خدمت شما میباشیم. اینجا سوال اول: من بعد یک دختردار شدنم شوهر دیگر کرده ام. دخترم 20 ساله است و شوهرم در حقیقت با چشم دیگر می نگرد. هرچند از جانب شوهرم عملی بدی را ندیده ام، اما دخترم نگاه شهوت انگیزش را پنهان کرده نمی تواند. چند بار به خوبی فهمانیدم، چند خواستگار آمد رد می کند. حیرانم چیکار کنم؟ پیش از همه می دونیم که پدر اندر او محرم دائمی هست، یعنی پدر اندر همیشه برای دخترک محرم میماند. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، در این باره آیت در قرآن کریم است. برای شما دخترهای همسرتان محرم هستند، اما شما اگر چنین نگاه را در دختر خود دیدید و شوهرتان هم جوان است یا خود سن سالش بالا نیست، البته این یک به فساد میبرد. حتما باید خانه دخترتان را جدا کنید، یعنی در یک خانه با هم زندگی نکنید. شاید یگان نفر دیگری داشته باشید، یگان خویش و تباری که دخترک میتواند با اونها زندگی کند، یا اگر پدر داشته باشد و بهترش مجبورش کنید با چند نصیحت که شوهر کند. برای اینکه اول شده پدر اندر محرم خود است، هرگز با او ازدواج کردن تمام عمر جایز نیست. اگرچه مثلا یک مرد یک زن رو گرفت و طلاق داد، دخترهای همان زن برای این مرد تمام عمر محرم میمونند. این رابطه هرگز شدنش جایز نیست و حتما از پیش شوید، یا با شوهرتون صحبت کنید یا با خودش همچون مادر نشسته به یگان مثلا جنگ و تلاش او که دخترک 20 ساله الکی کلان است صحبت کنید که باید به شوهر برای، وگرنه زندگی من ویران می شود و این کارت عموما از روی شریعت درست نیست.
درباره حلاله گپ میزدید. مرا شوهرم طلاق داد، هرچند من نمیخواستم جدا شدن. بعدی از روسیه آمدنش گفت که حلاله میکنیم. مرا نزد کدام مولا بردنی شد، اما پدرم اجازه نداد. همین رو میفهموندید. پیش از همه حلاله در شریعت در نزد تمام علما گناهی کبیره است. این یک ساعت چی گویم زینای یک ساعته یا 2 ساعته است، در یگان جا آمدگی نیست و پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردگی هستند. محلل و محلل له، هر کسی که حلاله میکند و هر کسی که در این کار دست دارد. و اگر یک طلاق داده باشد یا در یک بارگی 3 طلاق داده باشد، بعضی روایت ها در این باره هست که میتوانید یک جا شوید، اما حلاله عموما وجود ندارد و این زینایی بر علامه باشد. همین زنی که هر شب بهانه جنجال یافته جنجال میکردگی رو چخیل کردن در کار است. اول اینکه حتما باید بدانید که سببش در چه است. اگر همین خیل بیماری دارد، یعنی بیماری جنجالی دارد و هر شب آرام شده نمیتواند، بهترش برای این گونه زنها رو اصلاح کردن از روی قرآن یک مدت وقت با او قهری شوید، قطعی صحبت نکنید که فهمد که در حقیقت از این کارش میرنجید و راضی نیستید. نه، اگر دیدید که عموما اصلاح شدنی نیست، البته بعد از صحبت کردن با خویش و تبارش بهترش این زن رو از طرف خویش و تبار یعنی پدر و مادرش باید اصلاحش کنند. سوال دیگر: شوهرم همیشه در نزد فرزندانم مرا پس زده حقارت میکند، خیلی بدم میآید. اصلا اینقدر شوهرم آدمی بد نیست، اما زبانش شلق است. حیرانم چیکار کنم. خواهر عزیز، خیلی که پیشتر هم در این باره گفته بوده، متاسفانه حقارت و دشنام یک فرهنگ عادی برای مردم تاجیکستان است. اکثریت حقارت را یک چیز عادی می شمارند و عموما پروا نکرده مرد در نزد فرزندان خود، در نزد پدر و مادر و حتی برادران خود زنی خود را حقارت میکند. در این وقت یگانه کاری که میکنید، در وقتی که خیلی مثلا طبعش خوب است و آرام است، قطعش صحبت کنید که این حقارت و دشنامت خیلی یک ننگ است برای من و برای فرزندها نیست، تماما ضرر میرساند و باید از این دست کشی. وگرنه اگر دیدید که علاج اصلاح شدنی نیست، یگانه صبر میکنید و به فرزندهایم میگوید که اخلاقش چنین است، شما پیروی نکنید و اهمیت ندهید. برای آنکه در اکثریت مردها در تاجیکستان این چیز وجود دارد که حقارت را یک چیزی عادی نگاه میکنند. اپا جان، قصه هم دور و دراز است. اگر یگان نامر داشته باشید میخواستم به خودتان بگویم. شما گفته ایستادید که یک زن اگر به خواهر خودش شوهرش نگاه کند هم رشک میکند، اما من چی کنم که خواهرم شوهرم را کشیده گرفت، در کوچه ماندم. من درباره خواهر جان، درباره خواهر خودتان گپ نزدم، درباره خواهر شوهرتان صحبت کردم. یعنی گفتم زنهای هستن که شوهر با خواهر زاده خودش که محرم خودش هست گپ زند، هم چرا با حرکت صحبت کردگویان رشک میکند. اما خواهر شما محرم موقتی است، یعنی خواهر زن برای یزنه محرم موقتی است. اگر از زن جدا شد، آن خواهر میتواند با این مرد ازدواج کند که با او تنها به تنها نشستن هم جایز نیست، با او تنها سفر کردن هم جایز نیست. او نامحرم است، یعنی محرم موقتی است، اما در یک لحظه میتواند محرم شود. برای همین مسئله که من در بالا گفتم این به خواهر زاده تعلق داشت. و درباره این نامره که خواهر جان پرسیدید، رقم ما رو میتوانید انشاءالله از کارگرها گیرید و در واتساپ باشد یا در تلگرام با هم صحبت میکنیم اگر خیلی مسئله جدی داشته باشید. سوال: من یگان بار به همسرم خیانت نکرده ام، اما همیشه در خوابم با زنهای بیگانه کارهای بد میکند. خیلی زیاد این حالت تکرار میشود. برای چی این خیل باشد؟ پیش از همه خواهر جان، این از شیطان است. یعنی شیطان به هر راه میخواهد بین زن و شوهر فساد کند و در این باره قصه در صحیح مسلم هم هست که شیطانی که از همه آبروی کلان، مکافات کلان را میگیرد، آن همان شیطانی است که همان روز بین زن و شوهر جدایی انداخت. و اساساً اویله‌های خوشبخت زن و شوهری آرام این چنین خواب‌ها می‌بینند و شوهر می‌خواهد از طریقه خواب به آنها وسوسه کند که شما شوهری خیانت‌دار دارید یا زنی خیانت‌دار دارید. در این وقت عموماً به این خواب اهمیت ندهید، به طرف چپتان 3 بار صف کنید. وقتی بیدار می‌شوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پروردگارا از این خواب به تو پناه میبرم. دیگر عموما درباره خواب فکر نکنید. این یک بازی شیطان است که می‌خواهد بین شما و شوهرتان فساد کند، چگونه که اساس کار شیطان و این چنین فالبین و بخشی ها همه لشکرهای شیطان همین است.
سوال دیگر: زنم در تاجیکستان بیزنس میکرد. من برای عبارات بیزنس در روسیه مردی کاری کرده پول میفرستادم. یک روز به من زنگ زده گفت که من شوهر کردن میخواهم، بیا کودکات صاحبی کن. دودم به فلک برآمد. карантин буд. телефони маро блок кард. ба тоҷикистон дар 6 моҳ ба зур билет ёфта омадам. бачаҳомо пеши момиям монда рафтааст. ман бемадар дар дасти моми калон шуда будам. бемодар бубахшед. ман бемодар дар дасти моми калон шуда будам. хеле сахтам расид. қариб буд худкушӣ кунам. пеш аз ҳама ин гуна занҳо лоиқи худкушӣ нестанд. سوال کننده عزیز، خیلی خوب است که از این گونه زن جدا شدید. از شرش هم از بدیش هم است. این گونه زنها رو به شک و شبهه میگویم ایمان ندارند. برای اینکه عده انتظار شدن، طلاق شوهر رو انتظار شدن، بعد از این فرزند خود رو اول پرسیده و با دیگر رو مصلحت کردن، این فرض اسلامی است. زنی که بالای شوهرش حلال دانسته شوهر میکند و از دین خارج میشود. برای آنکه نکاح یکی از مقدسات اسلام است. به جای خودکشی کردن درباره آینده خود، آینده فرزندان خود فکر کنید و عموما درباره این گونه زنها یگان ذره حتی باشد هم پشیمانی نکشید که از شما جدا شد. راست است که او باید تمام پولهایی که به او فرستاده بودید پرداخت کند. تمام پولهایی که در عبارات در دستش بود همش رو به شما برگرداند. حتی مهری که دادید، هر چیزی که دادید باید برگرداند. برای آنکه این جزای او است. اما اینها لایق خودکشی هم نیستند، لایق ندامت هم نیستند. خیلی خوب است که از این گونه زنهای بی ایمان، به شک و شبهه بی ایمان شما جدا شدید و فرزندهای شما هم در نزد چنین زنهای بی ایمان بزرگ نمیشوند. وگرنه چی مادری می براید یا چی مادری کرده میتواند زنی که بالای شوهر خود شوهر میکند و نه عده رو داند و نه طلاق و نه نکاح را. سلام علیکم خواهر مهربان. من یگان کار و بار پول و مال مرد کاردار نیستم، لیکن یگان خواهشم را گفته نمیتوانم. در بالای من 2 زن دیگر دارد. من یک زنی دردمندم، به دردمندیم اهمیت نمیدهد. ولیکم السلام. پیش از همه الله به دردهایتان شفا دهد. ولیکن وقتی که به یگان کار شما نگاه نمی کند، از شوهر حتما باید که مثلا در زندگی شما، در خوردن شما، در نوشیدن شما، در علاج پولی شما، در همه این دست داشته باشد. و در این باره حدیث پیامبر است، آیه قرآن کریم است. و اگر او 2 زن دارد و به شما اهمیت نمیدهد، حتما باید بالایش به خودش شکایت کنید. حتما باید حقتان را طلب کنید. وگرنه چه سودی است از شوهری که به یگان چیز به زنش اهمیت ندهد؟ هم کسوه شما، لباس شما، خانه، جای زیست شما، تمام این باید به گردن شوهر باشد. و شوهر زمانی به زن دوم و سوم و چهارم حق دارد که بالای همه‌شان عدل کرده تواند و همه‌شان را با یک چشم خورانیده و پوشانیده و شرایطش رو مهیا کرده تواند. برای آنکه الله میگوید و این خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم، اگر شما ترسیدید که عدل کرده نمیتوانید، پس فقط 1 تا زن بگیرید. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. چرا مردها تنها بسیار زن داشته را سنت پیامبر میگویند و به این راه داده شده اند، اما دیگر سنت ها را اجرا نمی کنند؟ و علیکم السلام. باید این را از مردها میپرسیدیم که چرا چنین است. برای آنکه من همچون یک زن نمیتوانم به سوال شما جواب دهم، ولیکن چگونه که در بالا گفتم، مردی که 2 زن میگیرد و برابر نگاه نمیکند، چگونه که در حدیث آمده است، روز قیامت شل میخیزد، یعنی نصف بدنش تماما کار نمیکند. حتی در بعض شرح حدیث آمده است که تماما نصف بدنش نابود شده از جای میخیزد به سبب آن گناهی که یا ظلمی که به همسرش کرده بود. سوال دیگر: مادرم با زنم خوش معاملگی کردنم رو خوش ندارند. میخواهم فهمونم، دعای بد نکنید. گفتم میترسم چیکار کنم. در این وقت اگر مادری رشکین دارید، سوال کننده عزیز، در نزد مادرتان عموما با همسر خود خوش معاملگی نکنید و به همسر خود هم فهمونید که من در نزد مادرم همراهی تو کمی خشین مناسبت میکنم، برای اینکه نمیخواهم مادرم از این ناراحت شود. و انشالله که وقتی که از مادر دور هستیم مرا معذور دار که من فقط به سبب اینکه مادرم غمگین نشود این کار رو کرده ایستادم. و سوال آخرین عزیزان: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر جان، اگر پیشتر ظلم کرده باشد و عذر هم نپرسد، چی در این حال گناهانش را به یادش یاد آوردن گناه هست میگویند پشیمانم ولی هیچگاه عذر نمیپرسم؟
درباره عذر نپرسیدن یک نفر، پیش از همه عزیزان نباید از کسی طلب کنیم که از من عذر پرس، برای اینکه یک طلبندگی یا خود قدر خود را پس زدن است که من به عذر تو محتاجم. بگذار هر انسان خودش عذر پرسد و شما هرگز طلب نکنید که از من عذر پرس. اما همین را دانید که اگر خودتان عذر پرسیده نمیتوانید، این عین درجات تکبری است. هر کسی که میگوید من خطا کردم پشیمانم از آن طرف عذر نمیپرسم، این همان تکبری است که بطر الحق است. حق را پایمال کردن و نادیده گرفتن است. در این وقت اهمیت نمیدهید، ولیکن به هر حالی که گفتیم عزیزان، در این 7 سببی که الان وجود داشت، خطاگی هایی هست که اصلاح کرده می شود، خطاگی هایی هست که صبر کرده می شود، اما خطاگی هایی هست یا خصلت هایی هست که نه علاج صبر کردن است نه علاج اصلاح کردن است و انسان دیگر طاقتش طاق می شود و میگوید من دیگر دوام داده نمیتوانم. انا در این حالت جدا باید فکر کنیم که چیکار کنیم تا اینکه این مصیبت ها یا اینکه این خصلت ها اصلاح شود. و این بود برنامه امروزه ما، برنامه اویلوی ما، و خوشحال از آن هستیم که با ما بودید و با امید آن که همیشه زندگیتان پر از نور و صفا باشد، همدیگر فهمی در شما وجود داشته باشد و پیش از آن که همسر خود را، شوهر خود را، زن خود را اصلاح کنیم، اول قلب خود را اصلاح کنیم که انسان خودش را اصلاح کرد دیگران را اصلاح کرده میتواند. خودش را اصلاح نکرد و هیچ کس را اصلاح کرده نمیتواند. این صحابگان پیامبر بودند که خود را اصلاح کردند و دنیا را اصلاح کردند در وقتش. و شما هم اگر خود را اصلاح کردید و من هم اگر خودم را اصلاح کردم قلباً و روحاً و جسماً، دیگران را هم میتوانم. با امید اون که اول اصلاح کننده نفس خود باشیم، سپس با نصیحت های خود، با حکمت خود شریک حیات خود را، اطرافیان خود را هم اصلاح کنیم. شمایان را به الله یکتا میسپارم تا برنامه های دیگر در پناه الله باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.